جمله برادر عزیز خود من مثال میارم. یک زمانی همین حقیقتا همین سردرد بسیار حال منبت کردگی بود. تا جایی میشید که همین زمستان ها دا برف هم میگرفتیم در بالای سرمون میموندیم. الحمدلله رب العالمین ای زمانی که همین هجامه را خب بگه متخصصاش پیدا شدن و خواندیم در حدیثا نزدشان رفتیم هجامه کردیم، شکر خدای مهربان که از همون دردها دور موندیم. یا پایه هایی که درد میکند همون موضع را نشان میتی، همون مردک از همون جا هجامه میکنه همون دردها تون دور میشه. اکو مردم ما که در اطراف هجامه معلومات نداریم یا اینکه این چیزی نوای، این اصلا در دولت های پاکستان و در دولت های مثال ایران و در افغانستان و در عربستان اینها دا از پیش گویم که اینا آگاهی داشتن، این مردم به همین چیز که سر کار داشت این در تاجیکستان ما چیزی نوای. علیکم با کلی подписчикои канали Акай Бахтиёр и бародари мо хелаш қадимон дӯстед якчанд моҳ пеш бадака ма фикрам дар канали ма реклама кардем. чанд маротиба мо якара реклама кардем. бародари мо ҳиҷомаона шуклен кадомеда ки дар кора ва кадомеда ки мақбул мешавад якра занг бизанем биен кортунам иншоалло. ҳиҷома аввалаш мақсад хубиш хосияти хубиш ки иснади пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам ки ҳар кас мақсад ҳар кас ба ин рӯзуам насибиш намекунад. лекин иншоалло додари мо рамазон иншоалло ҳам сунната ваҷо вариса иншоалло ҳам ки ҳиҷома кадеса ай васпалени расати ҷигар шиш дил ҳамаш тоза мешавад иншоалло. дар ҳадис омадаga ки ҳар касе ки ҳиҷома мекунад у касали давлени қанд рак касалое ки ҳар касалое ки гуногун ҳастанд гирифтор намешавад. барои бародаро касе ки масалан пош дард мекунад миёнаш дард мекунад ё ки давлени дора сараш дард мекунад ё рувош масалан ҳарчи холаку наракок мерӯяд бе ҳиҷома кунед. ҳиҷома хубае ҳама хубтараш ҳамин ҳиҷома. як касе ки гирижан дора гирижадан фоида мо лишини кесем ҳиҷома хади гирижа. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران خیلی عزیز و گرامی و هر یک نفری که امروز صدای ما را میشنوید، قبلا از الله بسیار بسیار مهربان خواهان او هستم که کدام این فرزند بگیم یا کلینی که به این خاندان می آید الله مهربان که خیرش گردانم، حیات بسیار خوبه، حیات بسیار نیکی را بر این دادرچه ما و این خواهر ما الله مهربان نصیب گردانم و خواهری که از اینجا گسیل می شوند و یک زندگی مستقلانه زندگی این را هم الله مهربان دعا میکنیم که خداوند جمعشان جمع با خیر و با سعادت و ای محصول جمعشان فرزندای خوب و فرزندای نیک الله مهربان با وجود بیاره. الله مهربان دعا میکنیم که
برای ما شکرگزاری نعمت این عمر را که امروزها از ما سپری می شود الله مهربان دعا میکنیم که خداوند روزهای ما را حیات ما را چنان توفیق ماتیت که روزگذرانی داشته باشیم که فردا برای این روزها پیش الله مهربان حسرت نبریم و از الله مهربان دعا میکنیم که خداوند این نعمت علمی را که امروز داده است با این علم دادگیش نزد الله مهربان خدمت کرده توانیم و از الله مهربان دعاگو هستیم که الله مهربان مالهایی که داریم مالهامون هم در راه نیک در راه حلال صرف کردن توفیق می‌دهد و از الله مهربان دعا میکنیم که این عضوهایی که بگیم یا 4 اشکالی روایی که تاجیکای ما میگن تنی صحتی که امروز داریم الله مهربان توفیق می‌دهد که این راه هم در راه نیک و در راه خوب صرف کردنش الله توفیقش برای ما و شما نصیب کنه. برادران عزیز اینجا در الحمدلله رب العالمین باز هم الحمدلله رب العالمین که بسیار یک داعی ها و واعظای خوبی در این محفل ما و شما حضور دارند. از این لحاظ صحبت های طولانی در اینجا گوییم شاید لحظه هاش نباشد ما پیش نباشد و هر یک نفری در اینجا الحمدلله رب العالمین که برای ما و شما نصیحتی دارند برای ما و شما پند میخواهند گویند. از این لحاظ منم یک حدیث پیامبر ما برادران عزیز در یک لحظه های اندک انشاءالله واسم به شما میرسانم و صحبت باز به تمام انشاءالله میسپاریم. قبلا چگونه ای که برادر ما خار ابراهیم برادرها از این گونه محفل های ما و از این گونه نشست ها سپاسگزاری کردن الله را، این سپاس و هم برادران عزیز این گوییم فقط یک مال نفرهای الهیده نیست که این نشست ها را اینها شکرگزاری کنند. این برای هر یک کدام ما مهم و ضرور است که وقتی من آمدم در این خیلی محفل که نشستم روی دلم بسیار کشاده شود و الله مهربان دعا کنم که الله مهربان برای ما مردمی که دعوای معنویات میکنیم برای مردمی که بسیار از این نشست ها ما را خوشمون میاد خداوند این محفل های ما را کم نکنه و این محفل های ما را الله مهربان همیشه همیشه برقرار و بردوام نگه داره. ایرا هر کدام ما و شما برادر عزیز دعا کنیم، زیرا پیامبر گرامی گفتند لیس شیء اکرم علی الله سبحانه من الدعا، هیچ چیز مکرمتر برادر عزیز محترمتر نزد الله از دعا نمیستد. این دعا بسیار نفع زیاده داره برادر عزیز. حتی حبیب خدا میگه که من لم یدع الله غضب علیه، اگر شما دعا نکنید الله را الله بالاتون غضب میکنه. ما دعا کنیم که الله مهربان یک زمان ما خیلی محفل ها را دیگر قریب که برادرای عزیز ایدست داده بودیم رفته بودن یاد میکردیم با یاد می آوردیم گاه باید یک کم و بیشی که هستیم و میشینیم اینها را با شکرگزاری کردن در کار. الله میگه این شکرتم لازیدن نکن، شکرگزاری کنید زیاد بکنم. میرن سری حدیث برادران عزیز و گرامی که امروز که اگر توی است برادرای گرامی ما باشین اینجا هم دخترچش برادری ما حاجی گسیل کردن هم بچه هم زن میتد. یک حدیثی رو که شاید شما هم
شنیده باشین، لیکن باز هم جایی گفتنش هست. منبع شاید این صفتایی که می شود خواهرای ما گوش میکنن و یکی خدای هست که امونا میگیرن همین سخنهای پیغمبر نازنین است، یک دستور عمل حیاتی میکنه و از تشویش‌های زندگیشون امروز خلاص میشه. شما میدونید که امروز تشویش‌های در زندگی، نابرابری‌های در زندگی، تلاطم‌های در زندگی همش همینه که همون نظام‌های در کاری و تعلیمی و دینی در بین فرزندای ما و شما، در بین این زن و شوهرها که نیست، پس همین خرخشه بگیم نافهمی و جنجال همش از بالای همینه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن که خیر النساء، برادر عزیز، بهترین زنهای امت، حبیب خدا چی گفتن؟ گفتن خیر النساء اذا نظرت الیها سرتک و اذا امرتها اطاعتک و اذا غبت عنها حفظتک فی نفسها و مالی. برادر عزیز، حبیب خدا میگوید که زنی خوب انشاءالله زنی که پیش الله قرب دارد، قیمت دارد، عزت دارد، او سه نشانه دارد. همین سه چیزی را که حبیب خدا گفتند، کدام خواهر ما، کدام مادر ما اگر دارای این باشد و میتواند که گوید که من الحمدلله موافق سخن پیغمبر خدا از زمره بهترین زنها هستم. و دانسته باشید که در زندگی ما نقش زن بسیار بلند است. بسیار نقش زن در خاندان مهم است. گفتن یکم نشانه زنی نیکبخت، زنی خوب این بود است هرگاهی که مردک به چهرش نگاه کند، بین مردک خوشحال شود. برادر عزیز، هر کدام زن داری این اگر همین خیلی یک گوش انداز که مقصد وقتی میره چهره زن میبینی یا وقتی زن استقبالت میگیره، ما البته چشم همون یکم نظری که میشه در چشم همین رو بروی در چهره زنان میشه. وقتی میگه دیدی و خوشحالت کرد، یکم نشانه خوشبختیش همینه. برادر شاید سوال شود چهره زن چی دارد که مردک خوشحال میکنه؟ چی چیز ما را خوشحال میکنه؟ آیا همون زیباگیش که امروز اکثر برادرای ما، برادرای عزیز، میدونیم که ما چندین آدم حتی در پیش بعضی برادران هم پرسیدیم، وقتی اومد گفتم بابا جی همین یک آدم نغز میبینم، دوست میدارم، من را میخوام بگیرم، همین نکای ما در مقصد برای چی میگیریش؟ با چی مقصد میگیریش؟ خیلی معقول شده برای خوشروگیش. حضرت بسیار خوشروه. حاضر برادرای عزیز، شما هم میدونید که مردم جهتی را انتخاب میکنند که در امکان دارد. ما نمیگیم که زنی خوشرو مثال بدترین زن است، نمیگیم این چیز هیچ امکان ندارد، ولی تعلیمات پیامبر گرامی من برادر عزیز فعلیکم بذات الدین تریبت یدا گفتند. چیزی را که معلم بشریت گفتند، زنی را بگیرین که اگر در قلبش حکومت دینی داشته باشد خوشبخت میشه، نیکبخت میشه. وقتی زنی را میگیری که برادر عزیز که او چی هست؟ او اگر در قلبش ثواب میدونه، گناه را میدونه، عذاب میدونه، راحتی آخرت میدونه، میگه با این زن پیامبر میگه خوشبخت میشه. جناب رباح قیسی را میدونید که زنش که زن بود. حضرت میگه وقتی که من پیش از من میگه وقتی زن برای نماز شب میخیست،
ولی امروز الله داناه که ما خدا ما نمیخیزیم زنان را کجا نماز شب میخونند. میگه وقتی پیش از من که میخیز میگه میامد راستی میگه جاگه ایمد میگو که حضرت نمیخیزی برای نمازی تهجد نمیخیزی. میگه وقتی میدید که مقصد در من یگان خستگی یا در من مقصد یگان خواهش خیستن نیست، حدیثی را میگه از باب دنیا می آورد. حدیث میخوان در پیشم حدیث میخوان که تو از پیغمبر خدا برای تا حدیث بگو که میگو که این دنیا در برابر آخرت مثل چی است گفت؟ مثل انگشتی را که در دریا می اندازی و بیرون میکنی چیزی نیست. میگو این دنیا هیچ ارزشی ندارد، نمیخوانی تهجد هم خواند. ما اگر امروز زنهایی داشته باشیم که ماها را برادر عزیز مثل زنهای صحابه که وقتی مردک خانه میدرامد، ولی ایروی اگر همین انصاف ایروی مردکی بگیم کدام ما تر همین روز زنک میپرسه که ای پیامبر چند حدیث میدانی؟ یکم بار پرسیده تو در امرش نمیپرسه. زنهای اصحاب پیغمبر وقتی مردم ای صحبت حضرت که میگشت میامد میگفت چند حدیث از پیغمبر خدا حفظ کردی؟ از حضرت چی شنیدی که به گوش من گویی؟ یا چند آیت از قرآن از یاد میدانی؟ برادرای عزیز برای چی پیامبر گرامی میگه که اگر خدا زنی خوبتان بتد نصف دینت کامل است. انامین است که ما را وقتی از آیت میپرسه از حدیث میپرسه برای مثال هر یک عبادت ما را آگاه میکنه، معناش همینه که الله مرا زنی خوب داده، نصف دینم از حسابش کامل است. انا برای همون زنهای خوب در جامعه ما پیدا شدن برادرای عزیز این از ما و شما وابستگی داره. همون فرزندان در خاندان ما تن در زیر مقصد بگیم نظارت و تربیه من تن. میگه وقتی یکم نشانش چی بوده است نگاه کردی اگر در چهرش خوشحالت کنه. زیرا میگه نظر زن برادرای عزیز نظر زن وقتی میگه مردک نگاه کنه و در چهره او چی را میبینم میگه یکم در چهرش میگه این نشانه رازگی را میتد. وقتی اگر همو از مردک راضی باشد از زندگیش راضی باشد چهره او دا میگه تازگی را مردک میبینم. احساس بکنه که همین زن در انتخاب من یا در مثال زندگی من همین زن از من راضی است. همین زن مثال در نسبت من یگان بدبینی و یگان گمانی بد ندارد. در چهرش راضیگی هست. در چهره زن برادر عزیز حرمت هست. در چهره زن تبسم هست. در چهره زن قناعت هست. همه اینها وقتی که جمع شد در زن مردک که میبینه میفهمه زنی که برادرها اگر به شرطی که آگاهی از دین داشته باشه میداند که چیزی که ما میدانیم که جنت دوزخ ما با پدر و مادرمان وابسته است او میداند که جنت دوزخ ما مردک ماید او میدانه ایرا. وقتی آگاهی دارد تمام سعی و کوشش ببین تلاش میکند که با یک نگاه مای با یک سخن خوب مای من می دل هم مردک راضی کنم و من به همون مقصد وعده هایی که الله کرده است برسم. برای چی پیامبر میگه شما زنی دیندار را بگیریم برکت میابین؟ برای که وقتی از دین که آگاهی داشته باشد تر رنگ مایده نانواری حرمت میکنه برادر است. به قدر تو میرسه تر دوست میداره. یکم میگه نشانه شمینه. دویم نشانه ای که برادرای عزیز در زنی خوب هست میگه ایزا امرته اطاعت کرد. مردک که زنک امر کرد فرمانش داد پای یک کارش گرفت میگه حتما امر مردک اجرا میکنه. امر مردکش اجرا میکنه اطاعتی از مردکش میکنه. سوم نشانه ای را که برای زنهای خوب پیامبر نازنین ما گفتند
گفتن هرگاهی که مردک نباشد این زن گفتن مال مردک حفظ میکند، در برابرش مردک در هیچ وقت خیانت نمیکنه. در نبودن مردک بگیم خانه و در مردک نگاه میکنه و هیچگاه در نبودن مرد دست به خیانت نمیزنه. حبیب خدا گفتن اگر در کدام زن این سه چیز اگر جمع شد، حضرت گفتن این خیر النساء هست، این بهترین زن هست. برای همین برادران عزیز و گرامی، اولا ما دعا کنیم که خدای مهربان ماها را یک حمیت و ما و شما را یک غیرت و یک توفیق نصیب گردانه که از عهده همین تربیه فرزندانمان، چی بچه ها ما باشد چی دخترها ما باشد، برآمده توانیم. و همچنان برادران عزیز و گرامی دعا کنیم که خدای مهربان این نشانه های بهترینه که برای خواهرها برای زنها پیامبر گرامی اشاره کردند، الله مهربان تمام خواهرای ما را، مادرای ما را دارای این خصلت‌های بسیار نیک گردانه که همیشه وقتی که اینها که انجام یافت حتما مردک چه که پیامبر میگه که هر آدمی در راست یک خدمتی نیک کرد بگو جزاک الله خیرا، خدا جزای خیر بده. وقتی ما میبینیم زنک در برابر ما خدمت داره، میبینیم که رازگی دل ما را مثال همین آدم در تکاپوی هموای، حتما میگویش که الله برکت بده، الله خیرت بده. برای این همه وقت باز میگم که از خواهرای بیرون میشه برادرای عزیز که اونها اگر به شرطی که از اینجا ایستاده اندیشه آخرتشون میکلگی باشه. الله مهربان عاقبت‌های هممون به خیر کند، ایمان‌هامون با سلامت نگه دارد. بازم اخلاص و محبت‌های ما و شما را به سوی دین خدا زیاد بگرداند. برادر ما را باز هم مبارک باشد و خدوم اینجا برادرایی که راه‌های دور و نزدیک در اینجا حضور داریم، خدای مهربان قدماتون در حسنات و تمنیات و مقصودهای نیکتون حاصل گرداند. سلام علیکم و رحمت الله.